ببین FATF نه سازمانه نه قطعنامه است. یه معاهده است که تو اتاق فکر چند تا کشور غربی پرورش پیدا کرده و اینا میخوان با زور و قلدری اینو جهانیش کنن. چرا؟ برای اینکه بتونن روی روابط تجاری و بانکی بقیه دولت‌ها رصد بیشتری داشته باشن. اینا 42 تا توصیه و دستور صادر کردن که هر کشور این معاهده رو امضا بکنه گرفتار تله اینا میشه. خب اینا مشکلشون با کشور ما چیه؟ FATF دستپخته کشورهای مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه است. اینا به این نتیجه رسیدن که به جای جنگ و تلفات زیاد و هزینه هنگفت بهتر فشار و تمرکزشون رو بزنن روی اقتصاد، روی مسائل مالی، بانکی، مخصوصا برای کشورهایی که نمیخوان تو زمین امریکا بازی بکنن. اینا میخوان هر موقعی که خواستن رو هر کشوری که دلشون خواست اراده کردن فشار بیارن، از جمله ما. خیلی جالبه. اول نفت ما رو تحریم میکنن، بعد میگن هر کی از ایران نفت بخره تنبیه میشه. چه دلیلی داره آمریکایی‌ها بدونن ما به کی نفت میفروشیم، از کی جنس میخریم؟ آمریکا دنبال فلج کردن ایرانه. این حقیقت. FATF یه معاهده استعماری، دستورات و توصیه‌هاش استعماریه. ایران هم نمیخواد زیر بار همچین فشاری بره. چرا؟ چون غربی‌ها چیزی رو که نشون گرفتن سفره مردم ماست، امنیت مردم ماست.